بحران مهاجرت را ایالات متحده آمریکا تشکیل کرده است و کشتی عظیم تیتانیک نه بر اثر برخورد با یخباره بلکه در نتیجه ساختکاری سقوط سقوط کرد. رادیوی چخیا گزارش می دهد که این دو خبر بی اساس سال 2016 هم در میان مردم کشور سر و صدای زیاد برپا کرد. وزارت کارهای داخلی چخیا برای مقاومت با نشر هر گونه اخبار بر دروغ اداره خاصی را تحت رهبری ایوا رامانتسوا تأسیس داد. Naše zpravodajské služby už několikátým rokem upozorňují. خدمات اکتشافی ما چند سال این جانب اطلاع می‌دهد که خطر اساسی از سوی روسیه می‌آید و سال‌های آخر با افزایش به اصطلاح عملیات گیبریدی یا خود ترکیبی این کشور به تهدید جدی تبدیل یافته است. یک پژوهشگاه مشهور چخ تاکید می‌کند که ده‌ها سایت اینترنتی و نشر معلومات افراط‌گرایانه و اغوا برانگیز که از کرمل پشتیبانی می‌کنند مشغول است. ولی تأسیس دهنده این مرکز با تنقید پرزیدنت جمهوری چخ زمان روبرو شد. Nepotřebujeme cenzuru. با ما цензура لازم نیست. با ما پالیسی ذهنی لازم نیست. اگر ما می‌خواهیم در جامعه آزاد و دموکراتی زندگی کنیم با ما اداره ناظر مطبوعات و اطلاع لازم نیست. A demokratické společnosti. سخنگوی پرزیدنت جمهوری چخ با تمسخر مرکزی مقاومت به اطلاع بر دروغ را به وزارت حقیقت در اثر اورول شباهت داده افزوده است که این عمل خصمانه در مقابل پرزیدنت منتخب ایالات متحده دونالد ترامپ انجام می شود. اما رامانتسوا اصرار می کند که در شبکه اجتماعی توییتر اخبار بر دروغ به طور رکوردی افزایش یافته است. ما سعی داریم این اطلاع را دسترسی عموم کنیم که مردم از اخبار هدف نه цензура بلکه انتشار معلومات واقعی در مقابل معلومات تقلبی است. خدمات ضد جاسوسی چخیا هشدار می‌دهد که کرمل می‌خواهد توسط اخبار تقلبی اعتماد به پیمان ناتو و اتحاد اروپا را زیر سوال برده افراط‌گرایی سیاسی را تشویق کند. ماه اکتبر سال روان رای دهندگان چخ در انتخابات عمومی اشتراک می‌کنند. رامانتسوا تاکید می‌کند که وظیفه اساسی مرکز مقاومت به اخبار بر دروغ جلوگیری از تأثیر بیرونه به این معرکه است.